با سلام به کانال اسکیل بیلد خوش اومدین. تو این قسمت قراره بهتون آموزش بدم چطور داخل خونه مدار اینورتر 2 کیلووات سینوسی کامل بسازین. پس با من همراه باشین. هدف از راه این کانال بالا بردن اطلاعات سخت افزاری و نرم افزاری شماست. پس اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما چند ثانیه زمان بذارین و کانال من رو سابسکرایب کنین و زنگوله اون رو هم بزنید تا هر وقت ویدیو آپلود کردم اولین نفر با خبر بشید. پیج اینستاگرام ما رو هم که آیدی اون گوشه تصویر میاد رو هم حتما فالو بکنید، چرا که یه سری اطلاعات و آموزش‌ها رو داخل پیجمون قرار میدیم که اونها رو از دست ندید. خب بریم سراغ آموزش. همونجوری که در ابتدای ویدیو بهتون گفتم تو این قسمت قراره بهتون آموزش بدم چطور داخل خونه یه مدار اینورتر 2 کیلووات سینوسی کامل بسازین. شما میتونید به راحتی با استفاده از این آموزش مدار اینورتر سینوسی کامل بسازین که موج خروجی اون دقیقاً همون موج خروجی هست که شما روی برق شهری دارین و دیگه مثل بقیه مدارات آموزش داده شده بقیه کانال ها یا حتی همین کانال شبه سینوسی نبوده و خروجی خیلی باثباتی به شما خواهد داد. از ویژگی های این مدار بخوام بهتون بگم، همونجوری که بهتون گفتم خروجی با ثبات بالا بهتون میده، خروجی سینوسی کامل بهتون میده که شما میتونید با استفاده از اون حتی حساس ترین دستگاهاتون رو راه اندازی بکنین و به راحتی از این مدار در جای مختلف استفاده بکنین. همونجوری که شما میدونین اینورترهای سینوسی کامل هزینه خیلی بالایی دارن و شما اگه بخواید داخل بازار اون رو تهیه بکنید باید قیمت های خیلی گزافی برای اونها پرداخت بکنید، چرا که اینورترهای سینوسی 4-5 برابر قیمت بیشتری نسبت به اینورترهای شبه سینوسی دارن. حتی در بعضی از مدل ها این افزایش قیمت بیشتر هم خواهد بود. اما شما میتونید به راحتی با استفاده از این آموزش اون رو بسازین و از استفاده کردن اون لذت ببرید. نکته دیگه که در مورد این مدار باید بهتون بگم در مورد خود ترانس این مدار هست. اگر دقت کرده باشین من قبلا آموزش رو داخل کانال براتون قرار دادم که یه ترانس دوبل 12 ولت 2000 وات بهتون آموزش دادم. بنا به درخواست شما این مدار مخصوص همون ترانس تهیه شده و شما میتونید از همون ترانس 2 کیلوواتی که من قبلا آموزش ساختمون رو براتون قرار دادم برای این مدار استفاده بکنین. البته اگر نخواستین ترانس رو بسازین و خواستین ترانس آماده هم تهیه بکنین، شما یه دونه ترانس 12 ولت دوبل 2 کیلووات که تهیه بکنین برای این مدار کفایت میکنه. خب بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، میریم سراغ اسلاید های بعدی و قطعاتی که نیاز داریم برای ساخت این مدار و نحوه ساخت این مدار. خب در این اسلاید شماتی که پی سی بی این مدار رو براتون قرار دادم. این مدار سعی شده که پی سی بی اون بسیار کوچیک باشه و بسیار پی سی بی تمیزی از آب در بیاد که شما بتونید حتی برای فضای خیلی کمی این مدار رو استفاده بکنید. نکته که در مورد این پی سی بی باید اینجا بهتون بگم، فقط روی این پی سی بی یه قطعه ما داریم که آی سی برنامه‌ریزی شده این مدار هست که به صورت SMD هست و در این جای مدار اون رو باید شما سوار بکنید. پس دقت بکنید یکی از قطعاتی که باید داخل مدار سوار بشه به صورت SMD هست و از اونجایی که میدونید شما در مونتاژ قطعات SMD باید دقت بیشتری رو مد نظر بگیرین که به قطع آسیبی نرسونید. نکته دیگه که در مورد این شماتی که PCB میمونه این هست که این شماتی که PCB به صورت قرینه قرار گرفته شده و شما دیگه نیازی ندارین که از اون قرینه بگیرین. و نکته بعدی که شما باید به اون توجه بکنین اندازه سایز این PCB است. این PCB در قسمت طول اون یعنی در اینجا 176 میلیمتر اندازه خواهد داشت و در قسمت عرض اون یعنی این قسمت کار شما 66 میلیمتر اندازه رو خواهید داشت. پس 176 میلیمتر برای طول کارتون و 66 میلیمتر برای عرض کارتون باید در نظر بگیرین و در این ابعاد اون رو چاپ بکنید. اگر نمیدونین که چجوری با استفاده از این تصویر و مشخصاتی که بهتون گفتم PCB این کار رو بسازین، من آموزش ساخت PCB رو قبلا براتون ضبط کردم، لینکش رو این بالا واسهتون قرار میدم، روی اون کلیک کنید و بعد از اون میتونید به راحتی اون آموزش رو ببینید و متوجه بشین که چجوری با استفاده از این تصویر بتونید PCB این کار رو بسازید. خب در اسلاید بعدی ما تصویری رو داریم که روی خود PCB مون باید اون رو چاپ بکنیم. حالا شما بسته به نیازتون میتونید این تصویر روی خود PCB چاپ بکنید، میتونید هم چاپ
نکنید. چاپ کردن این تصویر به شما کمک میکنه در مونتاژ قطعات که بتونید قطعات رو خیلی راحت تر روی کارتون مونتاژ بکنید. ولی خب اگر این رو چاپ هم نکردین مشکلی ایجاد نمیشه. بعد از اینکه شما تمام این مراحل رو انجام دادین و چاپ PCB تون رو تموم کردین، PCB آماده شده شما به این شکل قرار خواهد گرفت. فقط مرحله‌ای که میمونه قبل از مونتاژ قطعات شما باید پایه‌های قطعات رو سوراخ کاری بکنید. برای سوراخ کردن پایه‌های قطعات شما از دو سایز مته باید استفاده بکنید. یه سایز مته 1 تا 1.5 میلیمتر، یکی هم سایز مته 1.5 تا 2 میلیمتر. همونجوری که می‌بینید یه سری پایه‌ها روی تصویر بزرگتر هستن و یه سری پایه‌ها کوچیک‌تر هستن که پایه‌های بزرگتر رو شما با مته 1.5 تا 2 میلیمتر سوراخ کاری می‌کنید و پایه‌های قطعات کوچیک‌تر رو با مته 1 الی 1.5 میلیمتر که بتونیم به راحتی قطعات رو روی مدار سوار بکنیم. و بعد از اینکه شما سوراخ کاری ها رو انجام دادین، حالا میرین سراغ مونتاژ قطعات. من تک جایگاه قطعات رو براتون نشون میدم و قطعی که اونجا شما باید سوار بکنین هم بهتون خواهم گفت. اول از همه ما شروع میکنیم به قسمت پردازنده این مدار و مونتاژ اون رو شروع میکنیم. در دو قسمت بالا سمت چپ همونجوری که شما میبینین شماتی که دو تا دونه خازن الکترولیت رو ما داریم که شما در این دو جا باید دو تا خازن الکترولیت 100 میکروفارادی 35 ولت مونتاژ بکنین. اگر خازنی با ولتاژ 35 ولت پیدا نکردید میتونید از ولتاژ بالاتر هم استفاده بکنید، ولی ظرفیت خازن ها رو افزایش یا کاهش ندید. در مورد مونتاژ خازن های الکترولیت نکته‌ای که باید در نظر بگیرین این هست که پایه مثبت و منفی رو باید رعایت بکنین. همونجوری که داخل تصویر میبینید من پایه مثبت رو براتون روی تصویر نشون دادم که پایه های پایینی هر دو خازن پایه های مثبت کار شما هست. روی خود خازن هم شما اگر بخواید پایه مثبت و منفی رو مشخص بکنین از دو طریق میتونید این کار رو انجام بدید. یکی از اون طریق این هست که خازن های الکترولیت اندازه پایه ها با هم دیگه متفاوت هستن و یه پایه بزرگتر پایه دیگه قرار گرفته که پایه بلندتر نشون دهنده پایه مثبت و پایه کوتاه‌تر نشون دهنده پایه منفی هست. حالا اگر به هر دلیلی پایه های خازن های شما مساوی بودن، شما از یه طریق دیگه میتونید پایه مثبت و منفی رو روی خود خازن مشخص بکنید. اگر روی خود خازن رو دقت بکنید یه قسمت اون ما یه علامتی داریم که علامت منفی روی اون درج شده که پایین اون علامت پایه منفی و روبروی اون علامت پایه مثبت خازن شما قرار گرفته که از این طریق میتونید پایه مثبت و منفی رو روی خود خازن مشخص بکنید و اون رو به درستی داخل مدارتون سوار بکنید. قطعه بعدی که ما در اینجا داریم یه دونه IC 70L05 هست که اون رو باید شما در اینجا مونتاژ بکنید. حالت شکل این قطعه به صورت یک ترانزیستور هست و وقتی شما خود اون قطعه رو تهیه بکنید متوجه میشین که چجوری اون رو باید داخل مدار سوار بکنید. یه قسمت از این قطعه به صورت نیم دایره و قسمت دیگه اون به صورت تخت هست که شما به راحتی میتونید در این قسمت کار اون رو سوار بکنید. بعد از اون ما قطعی که خواهیم داشت این جای مدارمون قرار میگیره که در اینجا شما باید یه دونه مقاومت رو مونتاژ بکنید. مقاومتی که در اینجا شما باید مونتاژ بکنید یه دونه مقاومت 10 کیلو اومی هست. نکته‌ای که در مورد مقاومت های این مدار باید بهتون بگم تمام مقاومت های استفاده شده در این مدار توان اونها بین نیم تا 1 وات هست. پس این نکته رو در نظر بگیرین که تمام مقاومت هایی که باید برای این مدار شما تهیه بکنید مقاومت های نیم تا 1 واتی هست. پس شما یه مقاومت رو اینجا مونتاژ میکنید با مشخصاتی که بهتون گفتم. زیر اون شما باید یه مقاومت دیگه رو مونتاژ بکنید، یعنی در این جای کار که مقاومتی که در اینجا باید مونتاژ بشه یه دونه مقاومت 1 کیلو اومی هست. بعد از اون شما در این جای کار باید یه دونه ترانزیستور 8550 رو مونتاژ بکنید. پس یه دونه ترانزیستور 8550 شما تهیه میکنید و در اینجا اون رو مونتاژش میکنید. نکته‌ای که دوباره مجدد باید دقت بکنید جهت نصب اون هست که روی خود مدار اگه دقت بکنید یه سمت اون نیم دایره و سمت دیگه اون تخت هست. اگر به خود ترانزیستور هم از بالا نگاه بکنید یه سمت اون نیم دایره و سمت دیگه اون تخت هست که با استفاده از همین شکل شما میتونید به راحتی اون رو مونتاژ بکنید. من دیگه این نکته رو براتون تکرار نمی‌کنم، بقیه ترانزیستورها هم به همین صورت باید مونتاژ بشه. پس یه ترانزیستور 8550 رو شما در اینجا مونتاژ میکنین.
پشت اون یه دونه ترانزیستور 8050 رو باید شما مونتاژ بکنید. در این جای کار شما باید یه دونه مقاومت 10 کیلو اومی دیگه مونتاژ بکنین. زیر این مقاومت شما در اینجا باید یه دونه ترانزیستور 8550 دیگه رو مونتاژ بکنید و در جلوی اون مجددا یه دونه ترانزیستور 8050 رو شما باید مونتاژ بکنید. پس یه ترانزیستور 8050 دیگه رو شما اینجا مونتاژ میکنید. در این جای کار شما باید همون IC SMD که برنامه پذیر هست رو شما مونتاژ بکنید. IC که ما برای این کار استفاده کردیم IC 12F 683 هست که شما اون رو در این جای کار مونتاژ میکنید. بعد از اون در این جای کار شما باید یه دونه مقاومت 1 کیلو اومی و در زیر اون یه دونه مقاومت 10 کیلو اومیتون رو مونتاژ بکنید. خب بعد از اینکه شما این قطعات رو اینجا مونتاژ کردین یه قطعه دیگه در این قسمت میمونه که در این جای کار هست. در این جای کار شما کافیه که یه دونه ترمینال مونتاژ بکنی، یه دونه ترمینال 2 پین. از این ترمینال میتونین بعداً برای خروجی کلیدتون استفاده بکنید و به مدارتون یه دونه کلید اضافه بکنید برای روشن و خاموش کردن این اینورتر. اگرم نخواستین که شما میتونید از این قسمت صرف نظر بکنید و ازش استفاده نکنید. خب حالا بعد از اینکه شما بخش خود پردازنده مدار رو مونتاژ کردین، حالا میرین قسمت بخش قدرت مدار رو مونتاژ بکنید، یعنی بخش همون ماسفت های مدارمون. خب شما اگر دقت بکنین روی خود مدار ما 20 تا جایگاه ماسفت داریم. برای ماسفت های این مدار شما میتونین از دو نوع ماسفت استفاده بکنید، یا میتونید از ماسفت های IRF 1404 استفاده بکنید، یا میتونید از ماسفت های IRF 3205 استفاده بکنید. دقت بکنین اگر شما اومدین بعضی از ماسفت ها رو IRF 1404 یا بعضی دیگر رو IRF 3205 هم استفاده کردین مشکلی ایجاد نمیشه، ولی بهتره که شما تمام ماسفت ها رو از یک نوع بگیرین. ولی حالا اگر شما از قبل یه سری ماسفت ها رو داشتین میتونین اضافه اون رو از یه مدل دیگه استفاده بکنید، ولی من پیشنهاد میکنم که تمام 20 تا ماسفتتون رو از یک نوع یا از مدل IRF 1404 استفاده بکنید یا از مدل IRF 3205. از هر مدلی استفاده کردین مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا ما باید این ماسفت ها رو کجا مونتاژ بکنیم؟ شما اگر دقت بکنی این جایگاه هایی که من براتون با موس نشون میدم جایگاه های مونتاژ ماسفت ها هستن که 10 تا ماسفت در پایین و 10 تا ماسفت رو شما باید در بالا مونتاژ بکنید. در مونتاژ کردن ماسفت ها باید جهت مونتاژ رو رعایت بکنید. ماسفت های قسمت بالای مدارتون رو جوری مونتاژ میکنین که قسمت فلزی پشت این ماسفت ها به سمت بالا قرار گرفته باشه که این کار باعث میشه شما به راحتی بعداً بتونید هیت سینک رو به ماسفت هاتون متصل بکنید. برای ماسفت های قسمت پایین هم اونها رو جوری داخل مدار سوار میکنید که قسمت فلزی ماسفت هاتون به سمت پایین قرار گرفته باشه. یه نکته رو اینجا بهتون بگم، همونجوری که بهتون گفتم شما باید به ماسفت هاتون هیت سینک متصل بکنید. اولا که هیت سینک مناسبی باید متصل بکنید که کاملا بتونه ماسفت هاتون رو خنک بکنه. در غیر این صورت به ماسفت ها فشار میاد، دمای اونها بالا میره و ماسفت هاتون دچار سوختگی میشه. پس اولین نکته این که هیت سینک مناسبی استفاده بکنید. نکته دوم، اگر خواستین به طور مثال مثل خود اینورترهای آماده از یه بدنه آلومینیومی که خود اینورتر رو تشکیل داده استفاده بکنید و هر دو جهت ماسفت ها رو خنک بکنید، باید حتما بین ماسفت ها و اون بدنه آلومینیومی از عایق سیلیکونی استفاده بکنید که پشت این ماسفت ها به هم دیگه اتصال پیدا نکنه. در غیر این صورت اگر شما اومدین یه هیت سینک برای ماسفت های قسمت بالا و یه هیت سینک جداگانه برای ماسفت های قسمت پایین استفاده کردین، دیگه نیازی به عایق سیلیکون ندارین، چرا که ماسفت های بالا تمام پایه های وسط اون، یعنی همون پایه‌ای که قسمت فلزی پشت ماسفت هم بهش متصل هست، به هم دیگه متصل هستن و دیگه نیازی به عایق سیلیکونی ندارن و ماسفت های پایینتون هم به همین صورت. ولی پایه های وسط
ماسفت های پایین و ماسفت های بالا نباید به هم دیگه متصل بشن. پس اگر یک هیت سینک مشترک دارین بین ماسفت های بالا و پایین، باید حتما بیاین از عایق سیلیکونی بین ماسفت ها و خود هیت سینک استفاده بکنین. ولی اگر از دو تا هیت سینک جداگونه استفاده میکنین برای ماسفت های بالا و برای ماسفت های پایین، دیگه شما نیازی عملا به اون عایق سیلیکونی ندارین. فقط بهتره که بین خود ماسفتاتون و هیت سینکاتون یک مقدار از خمیر سیلیکون استفاده بکنید که بهتر ماسفتاتون روی هیت سینکتون سوار بشه و حرارت ماسفت ها بهتر به هیت سینکتون انتقال پیدا کنه و ماسفتاتون خنک‌تر باشه. خب بعد از اینکه شما ماسفت ها رو مونتاژ کردین، حالا میرین سراغ مقاومت هایی که باید به ماسفت هاتون متصل بکنید. در اینجا شما باید یه دونه مقاومت 10 کیلو اومی رو مونتاژ بکنید. بعد از اون اگر دقت بکنین در کنار این مقاومت 10 تا جایگاه مقاومت دیگه دارین که هر کدوم از این جایگاه رو شما باید یه دونه مقاومت 10 اومی مونتاژ بکنین. پس اولین مقاومت رو از سمت چپ شروع بکنین. اولین مقاومت یه دونه مقاومت 10 کیلو اومی هست و 10 تا مقاومت بعدی یه دونه مقاومت 10 اومی هستن. برای قسمت پایین از سمت راست شروع میکنین. از سمت راست شما شروع بکنین. اولین مقاومت یه دونه مقاومت 10 کیلو اومی هست و بقیه مقاومت ها یعنی 10 تا مقاومتی که کنار اون قرار میگیرن هر کدوم یه دونه مقاومت 10 اومی هستن. پس این نکته هم در مورد مونتاژ مقاومت های ماسفت ها در نظر بگیرید. بعد از اینکه مقاومت ها رو مونتاژ کردین، فقط دو تا قطعه دیگه میمونه که شما باید مونتاژ بکنید که در این دو جا شما باید اون رو مونتاژ بکنید که این دو تا قطعه دو تا خازن الکترولیت هستن که ظرفیت اونها 4700 میکروفاراد هست و ولتاژ اونها 35 ولت هست. پس دو تا خازن 4700 میکروفارادی 35 ولتی شما تهیه میکنید و یکی رو در اینجا و دیگه رو در اینجا مونتاژ میکنید. در این مونتاژ کردن این خازن ها هم دوباره مجدد باید پای مثبت و منفی رو رعایت بکنید که پای مثبت هر دو خازن پایه های سمت راست و پایه های منفی هر دو خازن پایه های سمت چپ کار ما هستند. بعد از اینکه شما تمام قطعات رو مونتاژ کردین، یه نکته پایانی برای مونتاژ مدارتون میمونه. اگر دقت بکنید ما دو تا سوراخ روی مدار داریم که با حرف R1 مشخص شدن که این دوتا رو باید به هم دیگه توسط یه سیم متصل بکنین. یعنی یه تیکه سیم از اینجا میگیرین و به اینجا لحیم میکنین که این دوتا قسمت هم به هم دیگه متصل بشن. بعد از اینکه شما این کار رو انجام دادین، خود مدار اینورترتون کاملا آماده هست. حالا باید برین سراغ یه بخش پایانی. بعد از اینکه شما تمام این قطعات رو مونتاژ کردین، مداری که در پایان خواهید داشت به این صورت خواهد بود. یه نکته رو باید اینجا بهتون بگم، اگر دقت کرده باشین در اینجا شما 6 تا پایه دارین که این 6 تا پایه رو توسط یه دونه پین هدر شما به سمت بالا میارین، یعنی به همین صورت که داخل تصویر میبینید. خب حالا این 6 تا پایه به چه دردی میخوره و برای چه کاری هست؟ همونجور که به شما گفتم برای این مدار ما از IC استفاده کردیم که قابلیت برنامه ریزی داره. ما باید IC داخل مدارمون رو برنامه ریزی بکنیم و عملا برنامه نویسی بکنیم که بتونه این مدار رو جوابگو باشه. برای این کار شما به دو تا چیز نیاز دارین. اولین چیز که بهش نیاز دارین یه دونه پروگرامر نیاز دارین که بتونه قابلیت اینو داشته باشه که IC رو روی خود مدار برنامه ریزی بکنه. پروگرامرها به دو دسته تقسیم میشن. یه سری پروگرامرها به صورتی هستن که شما باید IC رو اول روی خود پروگرامر قرار بدین، برنامه ریزیش بکنید و بعد اون رو سوار بکنید روی خود مدارتون. یه سری پروگرامرها هم هستن که IC رو روی خود مدار وقتی که مونتاژ شده میتونن برنامه ریزی بکنن. شما باید از دسته دوم استفاده بکنید. بعد از اینکه از دسته دوم شما استفاده کردید، خود این پروگرامر یه دونه سوکت داره که باید به این 6 تا پین متصل بشه. ترتیب پین ها رو هم من براتون درج کردم که پین 1 تا 6 هر کدوم چی هستن. من اینجا براتون نوشتم که شما باید سوکت خود پروگرامر رو به درستی به مدارتون متصل بکنید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین، حالا شما وارد بخش بعدی میشین. بعد از اینکه پروگرامر رو به مدار وصل کردین و اون رو به کامپیوترتون متصل کردین، شما نیاز دارین به برنامه پروگرامر که برنامه‌ای که ما باید ازش استفاده بکنیم برنامه PIC کیت نسخه دوم ورژن 2.61. شما این برنامه رو که نصب کردین روی کامپیوترتون اون رو باز میکنین. بعد از اینکه اون نرم افزار رو باز کردین با یه همچین صفحه‌ای روبرو میشین که کافیه که روی این
قسمت که من براتون با علامت نشون دادم کلیک بکنید. روی این قسمت که کلیک میکنین، کاری که نرم افزار انجام میده این هست که میاد IC که بهش متصل شده یا همون پروگرامری که شما به مدارتون متصل شدین رو میخونه. بعد از اینکه خوند، اگر دقت بکنین در اینجا میاد مدل IC تون رو مینویسه. همونجور که من بهتون گفتم IC استفاده شده 12F683 بود که میاد مدل IC رو اینجا براتون درج میکنه که نشون میده به درستی مدار شما رو خونده. بعد از اینکه این قسمت انجام شد، شما باید از قسمت بالای این برنامه که درج شده فایل روی اون کلیک بکنید و بخش اول اون رو انتخاب بکنید. بعد از اینکه بخش اول اون رو انتخاب کردین، با همچین صفحه‌ای روبرو میشین که شما حالا باید اون فایل برنامه رو که حالا بعدم بهتون میگم این فایل برنامه رو شما میتونید از کجا بیارین، فایل برنامه که به دست آوردین رو داخل پیستون پیدا میکنین، روی اون کلیک میکنین و بعد از اون روی قسمت اوپن شما کلیک میکنید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین، دوباره مجدد برمیگردین روی صفحه اصلی برنامه. حالا روی قسمت رایت کلیک میکنین که این قسمت شما کلیک بکنین، کاری که انجام میده برنامه مورد نظرتون رو میاد رایت میکنه روی خود IC تون. بعد از این هم که این فرایند انجام شد، یه همچین متنی رو شما در این قسمت خواهید دید که وقتی که این متن رو شما ببینید، نشون دهنده این هست که به درستی خود برنامه که میخواستین روی IC خود مدارتون ریخته شده و نوشته شده. که بعد از اینکه این کار رو شما انجام دادین، حالا دیگه میاد مدارتون رو جدا میکنین و مدار شما آماده استفاده هست. خب بعد از اینکه شما این کار رو انجام دادین، حالا باید برین سراغ متصل کردن باتری به مدارتون و ترانستون به این مدار که اینورترتون کامل بشه. برای این کار شما نیاز دارین به یه باتری 12 ولت یا هر منبع تغذیه دیگه که بتونه 12 ولت دیس رو به ورودی مدارتون بده. یه نکته در مورد استفاده از باتری باید بهتون بگم، اون هم این هست که همون جور که شما توان اینورترتون بالا هست، شما باتری که به این مدار متصل میکنین هم باید باتری قوی باشه. اگر شما از یه باتری معمولی خود رو میخواین استفاده بکنین، نهایت توانی که من بهتون پیشنهاد میکنم از این مدار بکشین 500 وات هست، چرا که بیشتر از این بکشین سری باتری خودتون رو خالی میکنه و عملا اگر بیش از اندازه باتری خودتون خالی بشه دچار خرابی میشه. پس اگر از یه باتری 60 الی 65 آمپر خود رو استفاده میکنین، حد اکثر توانی که از این مدار میکشین بیشتر از 500 وات نباشه. اگر اومدین از باتری قوی تر استفاده کردین، مثلا یه باتری 120 آمپری، نهایت توانی که از این مدار بکشین بیشتر از 1000 تا 1200 وات نباشه. اگر اومدین از یه باتری 200 تا 250 آمپری استفاده کردین، میتونین به راحتی کامل توان این مدار ازش بکشین، یعنی 2000 وات رو به راحتی میتونین از این مدار بکشین و استفاده بکنین. یه نکته دیگر بهتون بگم این هست که شما اگر همون باتری 60 آمپری یا 65 آمپری اتومبیل هم بهش متصل بکنید، باز توان 2000 وات رو در خروجی بهتون میده، ولی همون جور که بهتون گفتم باعث میشه که باتری ماشینتون خیلی سریع خالی بشه و همچنین به خاطر جریان کشی خیلی بالا باتری داغ بکنه و دچار آسیب بشه، یا اگر حتی دچار آسیب هم نشه، عمر مفید باتریتون کاهش پیدا میکنه. پس نسبت به اون حساب هر آمپر همون توانه گفته شده رو ماکسیموم بیشتر از مدار نکشین، باتریتون دچار خرابی نشه. خب بعد از این نکته حالا باید بریم سراغ متصل کردن باتری. باتری شما یه قطب مثبت داره، یه قطب منفی که قطب مثبت رو با علامت پلاس نشون داده و قطب منفی رو با یه علامت خط تیره نشون داده. که قطب مثبت رو شما باید یه سیم ازش بگیریم و به این جای مدار شما اون رو متصل بکنید. قطب منفی رو هم شما یه سیم ازش میگیرین و به این جای مدار متصل میکنید. یه نکته اینجا بهتون بگم، از اون جایی که شما دارین توان خیلی زیادی از باتریتون میکشین، یعنی جریان کشی خیلی زیادی دارین، از سیم با قطر مناسب استفاده بکنین. در غیر این صورت به خاطر جریان کشی خیلی بالا سیمتون داغ میکنه و دچار یا پارگی میشه یا سوختگی میشه و امثال این موارد و به سیمتون آسیب میرسه. پس حتما از رشته سیم های با
قطر مناسب استفاده بکنید که توانایی عبور یه همچین جریان زیادی رو به مدارتون داشته باشه. بعد از اینکه شما باتتون رو متصل کردین، حالا باید برین سراغ متصل کردن ترانستون. همونجور که من بهتون گفتم شما باید از یه ترانس دوبل 12 ولت استفاده بکنین که یه قسمت این ترانس 3 تا رشته سیم داره و قسمت روبروی اون 2 تا رشته سیم داره که ما باید این قسمت 3 رشته سیم رو به مدارمون متصل بکنیم. این قسمت 3 رشته سیم به این صورت درج میشه که ولتاژ 12 ولتاژ 0 و دوباره مجددا سیم رشته ولتاژ 12 ولت رو داریم. یعنی سیم وسط سیم مشترک ولتاژ 0 رو بهتون میده و دو سر سیم های دو طرف که ولتاژ 12 رو بهتون میده. شما سیم شماره 1 رو میان به این جای مدار متصل میکنین، سیم شماره 2 یا همون سیم مشترک رو به اینجا متصل میکنین و سیم شماره 3 رو شما میان به اینجا متصل میکنین. اگر شما جایگاه سیم 1 و 3 رو عوض کردین، یعنی شماره 3 رو به اینجا متصل کردین و شماره 1 رو به اینجا متصل کردین، مشکلی ایجاد نمیشه، ولی حتما باید سیم شماره 2 رو به اینجا متصل کنین. اگر سیم شماره 2 به جای دیگه متصل بشه مدار کار نخواهد کرد. بعد از اینکه شما ترانس رو متصل کردین، حالا 2 رشته سیم این سمت ترانستون میمونه که باید به این 2 تا رشته سیم یه دونه خازن پلی استر 2.5 میکروفاراد 630 ولت متصل بکنید. این خازن کاری که میکنه این هست که به عنوان یه صافی عمل میکنه و خروجی شما رو صاف میکنه. پس باید حتما از این خازن در خروجیتون استفاده بکنید که کاری که میکنه این خازن 2 تا پایه داره، به 2 تا رشته سیم متصل میکنید و از همون 2 تا رشته سیمتون شما میتونید ولتاژ 220 ولت 50 هرتزتون رو بگیرین و به عنوان برق شرعی از اون استفاده بکنید. نکته هم که اینجا باید بهتون بگم، خروجی این ترانس به صورت سینوسی کامل هست و شما میتونید به راحتی حتی برای دستگاه حساس هم از اون استفاده بکنید. خب حالا یه نکته میمونه. اگر دقت کرده باشین همونجا که بهتون گفتم ما نیاز به یه برنامه داریم برای برنامه‌ریزی این آیسی. شما برای اینکه بتونید این برنامه رو به دست بیارین کافیه که به دایرکت پیج اینستاگرام ما پیام بدین و بگین که فایل برنامه این اینورتر رو میخواین، ما اون فایل رو براتون میفرستیم و شما میتونید به راحتی با استفاده از اون فایل بیاین خود آیسی داخل این مدار رو برنامه‌ریزی کنین. دقت بکنین که بدون این برنامه‌ریزی این مدار کار نخواهد کرد. پیج اینستاگرام ما رو هم آیدی اون رو گوشه تصویر براتون میذارم که میتونید ازش استفاده بکنین و همچنین لینک اون رو هم زیر ویدیو در بخش توضیحات یا همون بخش دیسکریپشن زیر ویدیو براتون قرار میدم که اونجا هم اگر کلیک بکنین به راحتی وارد پیج ما میشین و میتونید درخواستتون رو اونجا ثبت بکنین و در اولین فرصت به درخواست شما جواب داده میشه. خب این آموزش همینجا به پایان رسید. همونجا که دیدین شما میتونید به راحتی داخل خونه یه سری مدارات و دستگاه رو بسازین و از استفاده کردن اونها لذت ببرین. پس اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما چند ثانیه زمان بذارین و کانال من رو سابسکرایب کنین و زنگوله اون رو هم بزنید تا هر وقت ویدیو آپلود کردم اولین نفر با خبر بشین، چرا که هر ماه ویدیو جدیدی دارم و دوست ندارم اونها رو از دست بدید. اگر در مورد این ویدیو یا هر ویدیو دیگه داخل کانال من سوالی داشتین میتونید در بخش کامنت های همون ویدیو ازم بپرسین. در اولین فرصت به اونها جواب میدم. اگرم از ویدیو خوشتون اومد حتما اون رو لایک کنین و نظراتتون رو داخل کامنت برام بنویسین. این کار تو کمک بزرگی بهم خواهد کرد. ممنونم از توجهتون.